สวัสดีค่ะและนี่คือพอดแคสต์ฝึกฟังภาษาไทยกับครูฟักค่ะ سلام بچه ها. پادکست امروز در مورد معرفی خودمون به زبان تایلندی هست. من در ابتدا متن رو براتون میخونم و بعد از اون کلمات رو با هم دیگه رمزگشایی میکنیم. پس با من باشید. สวัสดีค่ะฉันจะแนะนำตัวเองนะคะฉันชื่อฟ้าแต่ไม่ใช่คนไทยจริงๆแล้วเกิดที่อิหร่านค่ะฉันชอบประเทศไทยมากเรียนภาษาไทยมาหลายปีแล้วค่ะตอนนี้ทำงานเป็นครูนะคะฉันรักงานของฉันมากกิจกรรมที่ชอบทำคืออ่านหนังสือทำอาหารและเล่นกีฬานะคะและคนละแนะนำตัวเองหน่อยสิ خب بچه ها کلمات رو با هم دیگه رمزگشایی میکنیم. نینم یعنی معرفی کردن. شنجا نینم دو اینگ یعنی خودم رو معرفی میکنم. چنچو فا اسم من فا هست. ده اما جینگ جینگ لو در واقع گرد به دنیا اومدم تی ایران که در ایران. چنشا پرته تای ما یعنی من کشور تایلند رو خیلی دوست دارم. ریان پاسا تای ما لای بیلو کا یعنی سالهای زیادیه که من دارم تایلندی میخونم. ریان خوندن پاسا تای زبان تایلندی لای بی یعنی سالهای زیادی. دانی تمنگان بین کرونکا یعنی الان دارم به عنوان معلم کار میکنم. دانی الان تمنگان کار میکنم بین به عنوان کرو معلم. شن رقنگان کنگچن یعنی من عاشق کارم هستم. رق عاشقم. نگان یعنی کار. کنگچن یعنی مال من. نگان کنگچن کارم. گیجگم تی شاب تم که گیجگم یعنی فعالیت. تی شاب که دوست دارم تم انجام بدم که هست ننگسو کتاب خوندن تم آهن آشپزی کردن لنگیلا و ورزش کردن لکن لا و شما چطور؟ نینم دو این نای سی یعنی خودتون رو معرفی کنید از خودتون بگید